خود حاضر از غریبی به مادرم زنگ زدم. بعد از صحبتی طولانی گفتمش آچه جان، کدامی از فرزندانتان را زیادتر دوست می‌دارید؟ گفت تا کلان نشود خوردیش را، تا شفا نیابد بیمارش را، تا از غریبی نآید غریبش را. آخر تا جان در تن دارم همه شما را دوست می‌دارم. چی ها میگویی پسر جانم؟ گفتم ایا مادر، شنیدم پیر گشتی، برای بچه دلگیر گشتی. مرا تقدیر بیرون از وطن کرد، تو هم بیمار این تقدیر گشتی. در کودکیم ببخشا مادرم، خوابت ندادم، شبی تاریک و مهتابت ندادم. ز دستی من کشیدی رنج بسیار، ای وای ولی من کاسه آبت ندادم. ببخشا آچه جانم، ببخشا، ببخشا، ببخشا.